به نام خالق هستی، پروردگارا شکرت که زندم و نفس میکشم امروز و کنار خانوادم هستم. این 4 روز زن و بچه رو بلند کردم آوردم خوزستان. خیلی ها بچه ها میپرسن بچه کجایی؟ اصالتا بچه اهوازم، هفکل و این شغل بابامه و خدا رو شکر افتخار میکنم که ولی ساکن کرجم. افتخار میکنم که شغل بابام اینه. خدایا شکرت. خواستم اینو بگم، خدا میگه هر چقدر در برابر اراده من تسلیم باشی همانقدر در زندگیت حضور خواهم داشت و حمایت میکنم. اینو تجربه کردم من و خدایا شکرت. خدایا شکرت. خدا امتحانمون میکنه. تو سختی ها شکرگزاریم یا شاکی. وقتی شکرگزار باشی حمایتت میکنه، هم تو این دنیا هم تو آخرت. خدایا شکرت. خدا رو دعوت کن تو زندگیت، بگو بسم الله، حضور داشته باش. میاد مهمون وقتی میاد غریبه میچینی جلوش، همه چی سفره فلان. برا خدا یه بار این انجام بده، تجربه کن، ببین چطور قوقا میکنه تو زندگیت. خدایا شکرت. شکر، سپاسگزارم.